چی فکر میکنی اگر پدر نه زنده بود چی کارا میکرد؟ پر شما به این مشکلات می بودین؟ زنده بود کالای خوب میپوشند ما. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، امید که لباس عافیت بر تن داشته باشین. نامه که چی است؟ نورالله. نورالله جان خوب هستی؟ خوب هستم شکر. نورالله جان، ما شنیدم که خود تکلیف داری، میشه درباره تکلیفت بگی؟ ها کاکا جان، تکلیف دارم. تکلیف است مریض میشم در جای میفتم دیگه. دکترها که میگن تکلیف میرگیسته. نه ماهانه دوا میخورم تقریبا تا 1200 1000 این قدر میشه. مکتب میخونی نورالله جان؟ ها کاکا جان. صنف چند هستی؟ صنف 8. صنف 8 هستی؟ ها. نورالله جان، در خانه به چی مشکلات به چی سردوچار هستین؟ دیگه یعنی مشکلاتی نمیشه که قلم کتابچه نداریم، نان نداریم، میگن چه گوشت نخواه کردیم، باز پیسه دوا دیگه. مادر میگن چه کار میکنه پیسه، یا اون دست خاطر کار میکنه تندور، یا خانی مردم کالا میشه گانس پیدا میکنه پیسه دوا. نورالله جان، تو در زندگی چی قسم رنج میبری نمیبری؟ چی فکر میکنی اگر پدر نه زنده بود چی کارا میکرد؟ پر شما به این مشکلات می بودین؟ زنده بود کالای خوب میپوشند ما. نورالله جان، گریان نکن. خود انشالله ما همراهت هستیم. انشالله که بسیار مردمای غیراندیش هستن، اونا کسایی هستن که کمک کردن، حتی نخواستن نامشون گرفته شود. تشویش نکن. خوب انشالله ما کتان هستیم، الله همراهتان است. فهمیدی نورالله جان؟ انشالله تو آینده درخشان داری. گریان نکن. مدینه جان چطور هستی؟ مدینه مکتب میخوانه مدینه جان؟ صنف چند هستی مادر؟ صنف 2. شاباس. بیادرک چی نام داره؟ سلیمان. سلیمان جان. سلیمان جان چند ساله شده؟ 2 ساله. خواه بسیار خوب. مادر جان اسم خود چی است؟ صفیه. صفیه جان. شما صفیه صنف چند هستین؟ صنف 5. صنف 5 هستی؟ ماشاءالله. مکتب خیلی میری حاله؟ بله. پدرت انشالله که خداوند جنت فردوس نصیبش کنه. ما دیگه از طریق باران رحمت یک خیر و ربان یک کمک آوردیم. خداوند دی برکت برده. انشالله که دوستای خیراندیش هستن، هر ماه انشالله که این کمک ها رو بر شما میرسانند. ما انشالله بر شما این مواد هم آوردیم، کمک هم میکنیم، کالام میگیرین. سیست؟ ما دیگه در این مواد همه چیزی را که لیست گرفته بودیم بر شما آوردیم. انشالله خوش هستی؟ خوش هستم. خیر ببینم کسی کمک کرده. خداوند شما را خیر بده. انشالله که از کریم دندان گرفته تا چاکلیت تا همه چیزهایی که شامل میشه دهی هسته. درست است؟ دیگه چی گفتنی داری خودت؟ هیچ گفتنی ندارم دیگه. خیر ببینه که کسی کمک کرده. خودت چی گفتنی داری مدینه جان؟ خوش شدی؟ خب عزیزان گران قدر، انشالله که یک ذره احساساتی شدیم. کل ما نورالله جان خداوند صحت کامل نصیب کنه تا این مرد خانه خود شبه بخیر. دیگه این کمک از طرف یکی از برادرای بسیار خیر است که اونا تا گفتن که نام از ما گرفته نشه. خداوند مزید نصیبتان کنه. انشالله که بقیه برنامه را به میجه به پایان میرسانیم. عید خوش به تمام زینی دوستا آرزو داریم. تحفه باران رحمت بود. باران رحمت آورنده لبخند بر لبان یتیم ها. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.